السلام علیکم ای بلبل اسلام. از شما خواهش دارم که با همین سوال من جواب پره گردانید. اگر برادر دادر خودش را از مادر دشنام دهد، حال این برادر چی می شده باشد؟ با احترام مخلص اشدی شما. اکنون این برادری که برادر خودش را از مادر دشنام می دهد، این نشانه ابلهی وی است. این ابله می گویند. یعنی ابله می دونه نه، آدم احمق، آدم بی فراست، آدم بدبخت. زیرا ابلهی او از همین معلوم می شود که مادر همون برادرش مادر وی هم هست. وی مادر تنها اون برادر نیست، همون برادر هم همون مادر به دنیا آورده است. این کثافت هم همون مادر به دنیا آورده است. وقتی که همون برادر که دشنام داد تصور نمیکرد که مادر دشنام داده ایستاده است. وقتی تو اگر ندانی، من برای تو خبر میدهم که خداوند قادر و بی همتا در سوره لقمان به ما و شما میگوید و وصینا الانسان بوالدیه حملته امه وحنا علی وحن و فصاله فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر. این خداوند سپارشش است. و وصینا، مفسرها میگن خداوند میگن من سپارش میدهم، وظیفه‌دار میکنم فرزند آدم را که با پدر و مادرش باید که مهربان باشد. علل خصوص با مادر میگوید خدا. زیرا برای چی؟ زیرا که خدا گفته ایستاده است و وصینا الانسان بوالدیه حملته امه وحنا علی وحن. زیرا که مشقه علی المشقه، زیرا که وی یک گوشپاره در شکم مادر بود، روز به روز وی به کیلو به چند کیلو تبدیل می‌یافت. این مادر وی در شکم می‌برداشت. وقتی زاییدن، وقتی تولد که نزدیک میشد، همین مادر دعا میکرد که پروردگارا همین فرزند من سالم براید، من راضی اگرچه من از دنیا هم که گذرم، خدای همین فرزند مرا سالم به دنیا برار. انا همین مادری که مشقت به مشقت این کثافت در شکم خود برداشته است، امروز وی دشنام کننده این مادر است. و فصاله فی عامین، خداوند بین دوام میدهد آیت. این مادر برای شما 2 سال دیگر باز شیر داد، 2 سال دیگر شیر داد. یک شب همه شما قریب زندار هستین، یک شب همون احوالی عائلت نظر کن. اگر کودک معده داشته باشد چقدر زحمت میکشد، باری هم اوف نمیگد. باور کن 10 بار از همون گهواره بیرون میکند، بدن هم را تماشا میکند، روغن میکند، میگذارد، شیر میدهد برای همین روز که باید دشنام دهی. ای خدا زنت را. مرد پیش پیغمبر آمد، من احق الناس بحسن صحابتی. ای پیغمبری خدا، از همه ده حق بلند کی دارد که من او را اطاعت کنم؟ پیغمبر چی گفتن؟ امک. ثم من یا رسول الله؟ فهمیدم. پیغمبر گفتن مادرت. گفتم فهمیدم پیغمبری خدا، مادر با قدر هست. ثم من، بعد از آن کی هست؟ پیغمبر امک، باز مادرت. پیغمبری خدا فهمیدم، باز ثم امک، باز پیغمبر باز مادرت گفتن. ثم من یا رسول الله؟ ثم اباک، بعد از آن پدرت. 3 بار مادرت مادرت مادرت، بعد پدرت. ان رجلا قال یا رسول الله ما حق الوالدین علی ولدهما؟ پیغمبری خدا من سوالی دارم. یک جوان سوال دادن، حق پدر و مادر بالای فرزند چی است؟ چقدر حق دارن؟ پیغمبر چی گفتن؟ قال هما جنتک و نارک. گفتن جوابی مکملت میفاره. جوابی مکمل همین است که همین پدر و مادر تو دوزخ جنتی تو هستند. اگر دوزخی میخوای به حرمتیشان کن، دشنامشان بده. اگر جنت میخوای سرتخم کن، اونها را احترام کن، انشاءالله جنت برای تو نصیب میگردد. این از حق پدر و مادر. من الکبائر شتم الرجل والدیه. پیغمبر گفتن همون بدبخت گفتن خبر بده که از جمله گناه کبیره است کسی که مادرش دشنام میدهد. این گناه کبیره کرده است. انسان به سبب گناه کبیره در آتش دوزخ عذاب داده می شود. وای به حالت. تو نماز بخوانی، تو عبادت خدا را کنی،
باز مادر داشت نام بدی، پدر داشت نام بدی. این چی معنا دارد؟ این چی عبادت است؟ السلام علیکم داملای محترم، درود و رحمت خدا بر شما و اولاد شما باد. من استقامت کننده محله 82 شهر دوشنبه هستم. نامم فرخ است. در بازار کار میکنم، فروشنده. تا حال شما را ندیدم، لکن انشاءالله زیارت میآیم نزد شما. از کاسته هایتان به اهل عائله مان استفاده میکنیم. خواهش من این است که درباره فضیلت نماز و بد بودن بی نماز و درباره عرق و عاقبت آن صحبت کنید. این مکتوب را به دست یک برادر کلابی به شما میفرستم. در پناه خدا باشید انشاءالله. این برادر برای ما تکلیف کردن که در باب نماز و آدم بی نماز و در باب نوشیدن عرق و تشکیل کردن عرق یعنی با ما صحبت کنید. انشاءالله خدا خواسته باشد جمعه های بعد حق شوهر، اولین جمعه که شروع می شود این از نماز است و از فضیلت نماز است و از کسانی که نماز نمی خوانند. در این باب ها البته صحبت می کنیم. السلام علیکم اکای حاجی مرزا. اولا میخواهم خداوند بر عمر جان شما برکت عطا کند و بعد از آن میخواهم بر این سوال خود از زبان مبارک شیرین شما پاسخ گیرم. هنگام در نماز بودن به صف پیش یا بر قدم زدن جایز است یا نه؟ جایز است. اگر شما میبینید که صف پیش یعنی جای دارد، شما نیت کردین و پیش کشاده شد، در حال یک قدم زنین، جایز است. وقتی یک قدم زدین نگاه کردین که باز صف پیش باز کشاده است، باز یک قدم دیگر زنین. باز نگاه کردی که پیشتر باز کشاده، باز یک قدم دیگر زن. یعنی فقها میگن تا 3 قدم در داخل نماز در حالت نیت کردنم یعنی حق داره که 3 قدم برای صف را پر کردن حقوق دارد آدم نمازخوان که قدم زند. اگر پهلو هم که اگر جای خالی باشد میتونی که پهلو را چکار کنی؟ یعنی پر کنی، جایز است. بعد از گذشتن 1 یا 2 رکعت نماز ملا امام وفات کند، در این حالت نماز را کی میگذراند؟ اگر ملا امام وفات کند نماز همه فاسد می شود. یعنی وقتی ملا امام در نماز بود، 1 رکعت یا 2 رکعت خواند که خداوند امانت گرفت، اینجا نماز همه قوم فاسد می شود. اگر امام بیهوش شود یا یک سنگ آمد در سر امام زد و مثال خون جاری شد، این حالت ده امام کناره می ایستد، زیرا که وی طهارت شکست و یک نفر از همون صف اول در جای امام می ایستد، نماز دوام می دهد. از کدام رکعت، از کدام موضعی که بود. درباره بندگانی که نماز ندارند ولی فعل رفتار خوب دارند، قرآن چی میگوید؟ همین آدمی که نماز نداشته باشد لیکن فعل کردار خوب دارد، در اصل وجود دارد. هست آدم هایی که خوبند، رفتار خوب دارند، گفتار خوب دارند، لیکن نماز ندارند. این معنای را دارد که هر یک عمل نیکی اونها را همین بی نمازیش همش نابود میکند. اگر همین روز تا بیگاه صدها مسلمان دست شگیرد، چی به یاردمی مثال جانی باشد چی مالی باشد، لیکن مادام نماز نمیخواند وی در لعنت خدا گرفتار است. پیغمبر خدا میگوید العهد الذی بیننا و بینکم الصلاة. ای امت اسلام، من با شما در عهد بستگی هستم، شرطنامه دارم. پیغمبر میگوید یعنی در حالت شما امتی من هستید، در حالت شما مسلمانی کامل هستین که شما نماز داشته باشین. اگر نماز نداشته باشین شما عهد ما را شکستین، شما شرطنامه را شکستین، شما پیمان را شکستین، شما امتی من نیستین. یعنی همه کارهای این برادر حبطه است، بیکاره است و پیغمبر در دلشان زیاده بگردد. خدای مهربان این پدر و مادر در دلشان مهر قرآن و مهر اسلام خدای مهربان جایگیر بگرداند. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم اکای داملا حاجی مرزا. من 2 بار شد که سوال میدهم لیکن جوابش را نمیگیرم. باز میپرسم که این برادر 2 بار شد سوال میدهد، راستی باید این سوال همون کدام برادری باشد این جوابم ارزش ندارد.
لیکن خیلی مادام تکلیف کرده من برای تو یک جواب میگم. آیا از روی کتاب نکاح را خواندن درست است یا نه؟ یکم سوال. دوم، آیا ملا میگوید که چینی در نکاح حق ملا هست؟ آیا حق میگوید؟ در این اسراف داخل نمی شود؟ و اگر این ملا دعوا کند که این چینی حق من است و او در این مسئله ناحق است، آیا دروغگو حساب نمی شود؟ برادر خیلی بیچاره، البته قدرتی در دلش داره نسبت ملاها. خب یعنی از روی کتاب نکاح کردن جایز است. اگر یعنی شخصی هست که مثال نکاح را از یاد نمیداند، خب خواندن نمیتواند، یا اینکه در بین معرکه خودش را ممکن که گم کند، از این خاطر میتواند که کتاب را در پیشش حاضر کند و همان شاهدها را حاضر کند، نکاح را خواند، انشاءالله نکاح درست میشه. لیکن همان یک چینیه که در نکاح همون عادت چی دست بگیم مردم میپیچانند، در دست همون ملا میدهند، میگویند حق ملا هست. این ملا نمیگوید که حق من است، بلکه مردم میگویند که همین حق ملا هست. یعنی بین از همان توی همون یک چینی یک سامان قیمت دارد، همون حق ملا بوده است. و همین اگر مثال در خاندان تو اگر نکاح شود، همین نده بر ملا، این حق ملا نیست. لیکن در این مسئله وای دروغ می شود نمی شود، آیا این اسراف می شود نمی شود؟ اسراف انا اون یشیکای عرقی که در خانه میتی، انا اسراف است. ها ارتیس میاری و رقاصه را که در بین میپرتای هزارها مسلمان بیراه میکنی، انا اسراف. 20 ماشینی که پیش سامانی میبری، پیش حضرت امیرجان میبری، انا اسراف. اینا اسراف هستند. یک چینی که برای ثواب در دست یک ملا دادی، رفت در داخلش با فرزندش طعام خورد، همه اسراف است. ای وای به ایمتیت، یک چینی دادی. آدما برای ملا خانه میخرند، ماشین میدهند. اسراف شده است. اسراف در پیشت است، اسراف تماشا کن. السلام علیکم داملای عزیز، ما یک گروه مخلصان شما، یک برادر ما در بازار سودا میکند، وای از سر هر یک متر میزند و با او میگوییم که نکن، میگوید هر کی کار خودش را کند. خوب میشود در باب این مسئله سخن میگفتید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یعنی این برادر شکایت کردن که از سر متر این گزوارهایی که میفروشند، یعنی حق برادر را میخورده است، یا از سر کیلا یا فریب یک برادر مؤمن. وقتی پیغمبر خدا به مدینه آمدن، در مدینه سوره مطففین نازل شد. یعنی در مدینه مردم مدینه بی نهایت در ترازو بیرحم بودند و حق مردم میخوردند. و این سوره مطففین یعنی سبکگیرها، سبک دهندگان گفتگی آیت است. من میخواهم همین برای بعض برادران که سوداگر هستند یعنی گوش اندازند که خدا برای آدم‌هایی که از متر یا از مثال کیلا میزنند، یا امروز در بنزین‌های ارزان عررش میکنند، یا در سرالکه ها دیگر چیزها را عررش میکنند، خداوند چی میگوید؟ این مطففین به همش تعلق دارد. ویل للمطففین. خدا میگوید وای به حال آن کسانی که حق برادر را میخرند، چه از کیلا باشد، چه از متر باشد، خب چه از شیر را به آب عررش کردن باشد، همه اینا داخل هستند، همه اینا خیانت هستند. خدا میگوید وای بر حالشان، ویل بر حالشان. ویل مفسران میگویند این یک چاه است در بین وادی دوزخ، که دوزخ با این قدر قهر و غضب باز از این دره ویل میترسد و به سوی خداوند هر روز میگوید 70 بار پناه طلب میکند که خدایا گرمی همین ویل را به نزد من نیار. دوزخ میترسد. همین ویل برای آن کسانی هستند که در دنیا حق برادر مؤمن میخرند. الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون. ببین خدا میگوید همین کمگیرها یعنی حق خورها،
کسانی هستند که وقتی که برای خود میگیرن پره میگیرن. یعنی ببین امروز دهقان وقتی به بازار می آید، از او وقتی محصولات دهقانیش همان سوداگر میخرد، دانه به دانه حساب میکند، کیلو به کیلو میگیرد. اگر گازوار باشد متر به متر حساب میکند، اگر بنزین باشد لیتر به لیتر حسابش میکند. خدا میگد اینها میگد همین گروه هستند که دانه به دانه حساب میکنند. و اذا کالوهم او وزنهم یخسرون، لیکن وقتی که اگر سودا کنند در ترازو خیانت میکنند، در سودای خود خیانت میکنند. حق برادر چه از کیلو و چه از متر و چه از لیتر و از هر کدامش چیکار میکنند؟ میخرند. در دوام خداوند چی میگوید؟ الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. خدا میگوید که ای سوداگرهایی که حق مردم میخرین، ای سوداگرهایی که از متر حق مردم میخرین و دیگر سوداگرهایی که حق مردم میخرین، الا یظنوا، مفسران میگن این قسم است. شما میگوید از روز یوم عظیم نمیترسید، از روز قیامت نمیترسید. یوم یقوم الناس لرب العالمین، این خدای شما را ای سوداگرها راست میکند و حق آن برادرهایی را که خوردید اونها را پیش شما دا حاضر میکند و خبر میدهد که تو درک نداشتی، انا همین کثافت حق تو را خورده بود، از این ثواب بگیر. در اون حالت ما دیگر متر نمیگیریم، ما کیلوی خوردگی اون نمیگیریم، بلکه از ثوابش چیزی میگیریم. برای ما اون حالت دا فقط ثواب در کار، ثوابهاش میگیریم. هر یک آدم دعواگر وقتی ثواب گرفت وای دیگر خالی میماند، وای بی ثواب میماند. وای چیکار میکند عاقبت؟ وای وارد دوزخ میشود، وارد همون ویل میشود. قوم شعیب در سوره هود والله اعلم قصهش میگذرد. خداوند همین قوم شعیب از حساب همین کم زدن ترازو خداوند نابودشون کرد، همشون نابود کرد. ابو هریره میگوید بار من از یک کوچه میگذشتم، حضرت ابو هریره، نگاه کردم که یک زن در شیر آب میریزد. گفتم ای مادر این چه عمل است که تو انجام میدهی؟ گفت بسیار فقیر هستم. ای دوستی خدا گفت میخواهم که همین اندازش زیاد کنم تا که امروز یک پیسه زیادتر پیدا کنم تا زندگی من بهتر شود. ابو هریره غمی او نخوردن، گفتن ای مادر وای به حالت که همین کاسه شیر را خداوند روز قیامت در پیش تو میگذارد و به تو امر میکند که شیر را از آب جدا کن. جدا کردن میتوانی؟ نمیتوانی. المسلم اخو المسلم لا یظلموه ولا یخونوه ولا یکذبوه. کل المسلم علی المسلم حرام عرض و مال و دم. پیغمبر خدا میگوید مسلمان برادر مسلمان است، باید مسلمان خیانت نکند، باید مسلمان دروغ نگوید، باید مسلمان خار نکند. پیغمبر میگوید که آب روی مسلمان بر شما حرام است، مال مسلمان بر شما حرام است، حق او بر شما حرام است. مادام حرام باشد وای برادری تو باشد، این چی گونه مناسبت است؟ در دوره های پیغمبر میگوید یک صحابه بود به نام جلیل جبری، بار غلام خود امر کرد که این غلام گفت رفته گفت از بازار برای من یک اسب بخر. اون خدمتگار آمدن، جلیل جبری را خدمتگارش آمدن یک اسب خوبی را دیدن، گفتن چند ارزش دارد؟ گفتن چند میخری؟ گفتن چند ارزش دارد؟ گفت 400 درهم ارزش دارد. گفت بنچگیر نزد مولای من میرویم و حق پول شما را مولای من میدهد. مسلمان ببینین وقتی که این خدمتگار همراه این فروشنده به نزد سردار این خدمتگار آمدن، خدمتگار به اسب نظر کرد، گفت با چند میدهی؟ گفت 400 درهم. گفت دوست می‌داره که من 500 درهم به تو دهم. میگوید این فروشنده حیرت دماندن، گفتن 600 درهم به تو میدهم. گفتن من تعجب میکنم، در عمر خود یاد ندارم که خریدار نرخ را بردارد. گفتن اگر
بر من اجازت دهی من به تو 800 درهم میدهم و این اسب را از تو خریداری میکنم. قسم به خدا گفتن این اسب تو 400 درهم نه، بلکه در بازار ارزش 800 درهم را دارد. و من با پیغمبر خدا عهد بستم که در هیچ معامله نادرست رفتار نمیکنم، عهد شکنی با پیغمبر خدا نمیکنم. چگونه عهد میبستند، چگونه یک غم مسلمان میخوردند. این است برادری. امروز ما و شما حقش هم میزنیم، باز مال ما نقص دارد، نقص مال هم بیان نمیکنیم. نمیگیم که همین مالی ما نقص دارد، بلکه چی میگویم؟ از اون برادران نخر که از اونا عیب دارد، از من بخر. امروز حال بازار به همه ما و شما آشنا هست، لیکن خوش به حال همون برادرانی که انصاف دارن، خوش به حال همون برادرانی که سودای درست میکنن، حق برادرشون نمیخرن. انشاءالله همون کمی که شما میابین همون کم برای شما در روز قیامت فایده آور است، از اونی که تو امروز 100 سامان میابی لیکن فراموش نکن که وای تو آرام نمیخری. اون حق برادر چیزی نیست که ترا آرام گذارد. یا کثافتی وای در خودت میزند، یا در عائلت میزند، یا در فرزندت میزند، یا در مالت میزند. اینش هم فراموش نکن. داملای محترم، در معرکه‌ای که ما را با سبب سطر داشتنمان طعنه کردن و گفتن که مادام سطر میکنید به معرکه ما نآیید، زن سال خورده مرا طعنه کرد. با احترام خواهر ایمانی شما. دوم شخص عرق می نوشد و باز نماز می خواند، حکم وی در شریعت چی است؟ این سوال دومش معلوم است. کسی عرق می نوشد نماز می خواند، یعنی این مسخره کردن بر اسلام است، مسخره کردن بر مسلمان ها هست. بهتر و خوبترش همین است که اون بدبخت نماز نخواند. یعنی ببین خداوند در قرآن میگوید قد افلح المؤمنون، به تحقیق نجات یافت. سوره مؤمنون به تحقیق نجات یافت مؤمن ها، همه مؤمن ها نه. کدام مؤمن ها؟ الذين هم فی صلاتهم خاشعون، کسانی که در نماز خاشع هستند. خاشع را مفسران میگه که نرم دل هست، ترس در وجودش هست. انا همان مؤمن ها در نزد خدا نجات یافتگی هستند. وقتی وای عرق می نوشد کجا دل وای نرم هست؟ وقتی وای عرق می نوشد کجا دل وای ترسان به سوی خداست؟ اگر وای از خدا می ترسید وای عرق نمی نوشید، زیرا خدا امر میکند شما عرق ننوشید. و این خواهری که از ما التماس کردن که در معرکه‌ای که با سطر می رویم برای ما زنهای سال خورده میگویند که در معرکه ما اشتراک نکنید مادامی که شما سطر دارید. من این سوال بار جواب گفته بودم، خیلی جمعه پیش بود، لیکن باز میگویم که کلان سالی ندارد اعتباری، کلان عقلی بود مقبول باری. عطای فضل حق عقل از توفیق، به فرمان خداوندی موافق. کلانی خواهی رو معنی طلب کن، نه اینکه دل بریش و موی لب کن. که روح در ازل قالو بلا گفت، تنت در بستری شیطان چرا خفت. این مولوی میگد ای کمپیر بدبخت، ای خدا زده ای که این دختری تو حکم قرآن به جا آورده ایستاده است. این تو وقتی طعنه میکنی روحی تو در عالم ارواح گفته بود. چی گفته بود؟ گفته بود خدا گفته بود که الستو بربکم، آیا شما نیستین ای مردم بندگان من؟ قالو بلا، تو گفته بودی بله من بنده تو هستم. امروز چی شد؟ میگد مولوی که تنت در بستری شیطان چرا خفت. چرا امروز تو پیرو شیطان شدی؟ اون وسواسی که اون کمپیرها و اون موسفیدها و اون جوانهایی که برای دخترهای با سطر این گونه ملامت ها میکنن، این وسواس شیطان است که در وجود این کمپیرها جایگیر کرده است. تا جایی که دعا کنی در حقش که خوش به حالت دختر عزیز که این کار خیر انجام دادی و خودت از همین دخترت عبرت گیری، از همین خواهر عبرت گیری. این کلمات مانده، این راه مانده، تو طعنه میکنی. تو چی را طعنه میکنی؟ آیات قرآن، احادیث های پیغمبر خدا را طعنه میکنی؟ کسانی که به خدا قسم به حرمت همین قرآن مکرم و معظم، در همین قرآن سوره وجود دارد به نام نور،